پوتین پیام صلح اسرائیل را به ایران رساند. امریکا گفت جمهوری اسلامی با ما همکاری می کند. ترویکای اروپا تهران را به مذاکره فراخواند و عراقچی روانه مجلس می شود. در این میان آتش بس غزه امید به صلح در خاورمیانه را دوباره زنده کرده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در آرزویش برای رسیدن به جایزه صلح نوبل ناکام ماند. سلام، به این بخش خبر و تحلیل از یک خوش آمدید. من احمد شاه شکوهمند میزبانتان در این برنامه هستم و این مهم را بحث میگیرم با همکارم احمد رشاد زریر. زریر سلام، در خاورمیانه چه خبر؟ آیا آتش بس غزه آغاز صلح در منطقه است یا همچنان آرامش قبل از طوفان؟ احمد شاه، پس از 2 سال و حدود 2 سال درگیری خانمانسوز و جنگ و آتش در غزه که نزدیک 70,000 فلسطینی جان باختند، شامل 20,000 کودک و صدها خبرنگار، فعال مدنی، زن و افراد غیرنظامی بیگناه، و غزه تبدیل به مخروبه‌ای شد و سرانجام در یک هفته اخیر در نتیجه تلاش‌های دونالد ترامپ برای تأمین صلح در فلسطین بین اسرائیل و حماس ما گواهی یک آرامشی که معلوم نیست موقتی هست یا دائمی در غزه هستیم. و البته مرحله نخست آتش بس برقرار شده، آرامش به غزه بازگشته. با ترس و تردید و احتیاط آرامان فلسطینی‌ها دوباره دارن برمیگردن به غزه و همچنان ارتش اسرائیل طبق تعهداتش آرام عقب نشینی میکنه و خطوطش را تغییر میده. و اما اینکه آیا این صلح پایدار خواهد بود یا شکننده، چیزی است که پاسخش آسان نخواهد بود با توجه به تجربه های گذشته. همین تجربه کمتر از 1 سال قبل و کمتر از نیم سال قبل که 2 بار ما گواه مذاکرات بین حماس و اسرائیل با میانجیگری قطر و مصر همچنان بودیم که 1 بار هم آتش بس برقرار شد، بخشی از گروگان ها آزاد شدند و اما اسرائیل و آمریکا زیر قولشان زدند، دوباره آتش بس شکست و آتش شعله‌ور شد. ولی این بار آقای دونالد ترامپ خیلی خوشبین است. بسیاری از کشورهای عربی هم خوشبینی دارند که این بار باید پایدار و همیشگی باشه این آرامش، و گویا به باور آقای دونالد ترامپ پس از 3000 سال است که در خاورمیانه صلح برقرار می شود. قرار است فردا مرحله دومش آغاز شود. تا کمتر از 40 ساعت دیگر باید نیروهای اسرائیلی هنوز عقب نشینی بکنند و از میان 48 زندانی اسرائیلی نزد حماس که گفته میشه 20 تنشان زنده هستند، این 20 تن آزاد شوند و لیستی هم از طرف اسرائیل منتشر شود که قرار است چه تعداد از فلسطینی ها را آزاد بکنه و بعداً فصل بعدیش که حالا زمینه سازی برای انتقال کمک های بشردوستانه به غزه است. و همچنان قرار است فردا و پس فردا نشست بزرگی در مصر برگزار شود در مورد آینده غزه که همه کشورها و رهبران دنیا اکثریتشان قرار است به اونجا برن. تا فعلا که همه چیز خوشبینانه است، تا ببینیم چه خواهد شد. زریر، آقای ترامپ دل به همکاری ایران بسته و همزمان با تاکید بر تحریم ها علیه جمهوری اسلامی از صلح با تهران دم میزنند. بله، جالب است که آقای دونالد ترامپ در 1 هفته اخیر سیگنال های مثبتی به تهران انتقال میده و همچنان ادعا میکنه که سیگنال های مثبتی دریافت کرده. از یک لایه مطرح کرده، گفته که اگر ما برنامه های هسته‌ای و موشکی ایران را تضعیف نمی کردیم صلح در غزه برقرار نمی شد. حالا به تازگی صحبتش این است که در زمینه تأمین آتش بس و صلح و توافق میان اسرائیل و حماس در غزه، نه تنها میانجیگرها که مصر و قطر و ترکیه این بار دخیل هستند، بلکه ادعا میکنه آقای ترامپ که ایران هم با ما همکاری کرده و جمهوری اسلامی زمینه هایی را فراهم کرده که ما احساس میکنیم صلح طلبی میکنه و امکانی که در آنچه تصویر آرام از خاورمیانه در ذهن آقای دونالد ترامپ است و خاورمیانه به ویژه ایران بهش مشکوک است، ایران نقش مهمی داشته باشه. بله، خبر از صلح طلبی اسرائیل با ایران از زبان رئیس جمهور روسیه هم توجه برانگیز شده. زریر، این به چه معنا؟ این به این معناست که ادعایی که ایران پس از جنگ 12 روزه کرده
در حال تبدیل شدن به حقیقت است. اونا ادعا کردند که پس از جنگ 12 روزه و استفاده از موشک‌های بالستیکی غیر قابل انتظار آمریکا، اسرائیل و متحدانش، اسرائیل شکست خورد، ما پیروز شدیم و اسرائیل خواهان آتش بس شد که ما حاضر به برقراری آتش بس شدیم و دیگه موشک پرتاب نکردیم. حالا آقای ولادیمیر پوتین امروز میگه که رهبران اسرائیل پیامی به ما انتقال دادن تا ما این پیام را به ایران انتقال بدیم و پیامش دقیقاً چی است؟ این است که رهبران اسرائیل به آقای پوتین گفتن که ما دیگر با ایران جنگ نمیخواهیم. ما طرفدار جنگ و درگیری نیستیم. هرچند که بعد از جنگ 12 روزه و در طول 2-3 ماه اخیر ما شاهد تجدید قوای دو طرف به ویژه ایران بودیم. حتی ایران این بار در حال معاملات نظامی بزرگی با متحدانش همچون روسیه و چین بود که در حال پر کردن خلاهایی که در جنگ 12 روزه بوده هست و اما گویا همه اینها زمینه ساز برای توازن قوا در آنچه احتمال مذاکرات آینده و صلح و آتش بس دائمی بین ایران و اسرائیل مطرح هست باشه. آقای پوتین این خبر رسانده که گویا اسرائیلیا طرفدار جنگ دیگر نیستند در صورتی که جمهوری اسلامی از برنامه هسته‌ایش دست برداره و به مذاکرات تن بده و دیگر اسرائیل را تهدید به نابودی نکنه، مرگ بر آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورها نگویه. در آن صورت امکانش هست که دیگر اسرائیل طرفدار جنگ با ایران نباشه و البته این خیلی پیوند داره همونگونه که آقای ترامپ ادعا میکنه با آنچه در غزه اتفاق میفته که آقای ترامپ میگه ایران را تضعیف کردیم ولی ایران ادعاش این است. همین امروز هم یکی از فرماندهان نظامی ایران گفت که آنچه ضعف نتانیاهو پس از جنگ 12 روزه با ایران و پس از سرکوب نیروهاش توسط به قول اونها آزادی طلبان حماس و حوثی ها بود که حالا تن به آتش بس داده و چاره جز این نداره. قدرت‌های اروپایی زریر چگونه در این شرایط از ایران مذاکره می‌خواهند و موقف تهران تا حال حاضر چیست؟ قدرت‌های اروپایی همین سه قدرت ترویکای اروپا، بریتانیا، آلمان و فرانسه که مکانیزم ماشه را فعال کردند، تحریم‌های سازمان ملل را بعد از یک دهه بر ایران بازگرداندند و ایران در وضعیتی نه چندان مناسب اقتصادی است، هرچند در حال دور زدن تحریم‌ها با کمک متحدانش است و به قول خودشان در حال مدیریت اوضاع با اتکا به منابع داخلی و منطقه‌ای. اما ایران به شدت تحت فشار اقتصادی است و ما گواه نشانه‌های فراوانش هستیم. در چنین شرایطی است در حالی که از 2 هفته به این طرف از طرف ایران نشانه مبنی بر آمادگی به مذاکره با آمریکا دیده نمیشه، چی که ایران میگه که دیگر ما به دلیل فعالسازی مکانیزم ماشه کشورهای اروپایی به ویژه ترویکای اروپا را طرف خودمان نمیشناسیم و اینها توجیهی ندارن که خودشان را طرف مذاکره ما قلمداد کنن. ولی حالا این سه کشور امروز در بیانیه مشترکی اول تاکید کردند که باید تحریم ها بیشتر اعمال و وضع شود و تهران تحت فشار قرار بگیره. دوم از ایران خواستند که هرچه زودتر اول با اروپا، با ترویکای اروپا دوباره وارد مذاکره شود و بعد با آمریکا وارد مذاکره شود. و از طرف ایران تا اکنون واکنشی رسمی نداریم الا این که امروز آقای عباس عراقچی توسط کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی فرا خوانده شد که قرار است فردا به اونجا بره و در مورد این که آیا دیپلماسی را و مذاکرات را با اروپا و آمریکا در کل غرب اثر بگیره یا نه و با چی روی کرد و طرز العملی اثر بگیره، در مورد این از اعضای مجلس مشوره خواهد خواست. برگردیم به نقش امریکا در صلح منطقه. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا با وجود تأمین آتش بس در غزه و حالا خوشبینی ها برای اینکه این آتش بس دائمی باشه و منجر به پایان جنگ در غزه شود جایزه نوبل را به دست نیاورد. واکنش رئیس جمهور امریکا چیست؟ واکنش رئیس جمهور آمریکا در واقع واکنشی به جایزه صلح نوبل نیست که واکنشی به برنده جایزه صلح نوبل است. بله. اول از اینجا آغاز بکنیم که آقای دونالد ترامپ که ادعا میکنه به 7 جنگ در دنیا در دوره دوم ریاست جمهوریش پایان داده، بسیاری از اون کشورها تایید نکردن. خب بسیاری از اونها نمونه های بارزش است که از جمله بین ایران و اسرائیل، بین آذربایجان و ارمنستان و بین بعضی گروه های دیگری که جنگ داشتن
برقرار کرد صلح را، ولی در اوکراین موفق نشد و حالا هم ما شاهد این هستیم که در غزه داره در همون مسیر پیش میره. پاکستان و هندم بله، پاکستان و هند دقیقاً یکی از اون هفت جنگایی است که پایان داده به قول خودش. و حالا که دونالد ترامپ از پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تا اکنون خوابی برنده صلح نوبل شدن را میدید، امروز به این آرزوش نرسید و ناکام ماند و خانم ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون ونزوئلا که علیه آقای مادورو هستند و مورد حمایت آمریکا است، اتفاقاً او با عنوان برنده جایزه صلح نوبل انتخاب شد و این واکنش های زیادی را برانگیخت، از جمله واکنش ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را که با وضاحت گفت که من صلاحیت این را ندارم که بگم آقای دونالد ترامپ لایق جایزه صلح نوبل است، اما ما در چند ماه اخیر شاهد تلاش های راسترویانه و اخلاصمندانه ترامپ در زمینه تأمین صلح بودم و همه شما با من موافق هستین که بیشتر کسانی که جایزه صلح نوبل را بردن شایستش نبودند و در زمینه صلح کاری انجام ندادن، حتی ترامپ بیشتر از اونها انجام داده. میرسیم به پاسخ پرسش خودت که آقای دونالد ترامپ اول سپاسگزاری و قدردانی کرد از آقای پوتین که فکر کرد او شایسته تر از خانم ماچادو است در جایزه صلح نوبل، و دوم از خانم ماچادو سپاسگزاری کرد چون این خانم ماریا گفت که ما جایزه صلح نوبل را تقدیم میکنم اول به مردم ونزوئلا و بعد به آقای دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده که خیلی تلاش در این زمینه کرده. و آقای ترامپ گفت که خانم ماچادو لطف کرد و گفت به خاطری که تو شایسته‌اش بودی ما این جایزه را به دست آوردم و ظاهرا تا اینک به دست نیاورده شکوهمند، ولی اگر تلاش آقای دونالد ترامپ همچنان ادامه پیدا بکنه و بتونه به گستره صلح و آرامش در منطقه همانگونه که ادعا میکنه که دیگران بهش مشکوک هستند رقم بزنه، اون وقت ما شاید گواه این باشیم که سال بعد جایزه صلح نوبل را به برابری آرزوش دست پیدا کنه. بسیار تشکر احمد رشاد زریر از استودیوی دوباما. و ادامه خبرها، حمله های هوایی پسین پاکستان تنها در ولسوالی برمل پکتیکا 12,955,500 افغانی خساره مالی به باشندگان این ولسوالی وارد کرده است. این آماری است که به تازگی از سوی مسئولان محلی ولسوالی برمل همگانی شده است. جنگنده های پاکستانی پنجشنبه شب با نقض حریم هوایی افغانستان کابل و پکتیکا را بمباران کردند و با این حمله ها با واکنش های جدی روبرو شد. در این گزارش گره کور تنش میان افغانستان و پاکستان سالهاست باز نشده باقی مانده. 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलैटरल डैमेज भी हो. دو طرف در طول سالهای متمادی یکدیگر را به تروریسم پروری متهم کردند و این تنش‌ها بارها به درگیری نظامی انجامیده است. تا جایی که پاکستان در چند مورد با نقض حریم هوایی افغانستان دست به تجاوز آشکار زده و با پشت پا زدن به تمامی قوانین بین المللی خساره‌های جانی و مالی زیادی به مردم افغانستان وارد کرده است. به تازگی جنگنده های پاکستانی پنجشنبه شب چند نقطه در کابل و پکتیکا را بمباران کردند. حمله‌ای که زیر نام هدف قرار دادن تحریک طالبان پاکستان یا TTP صورت گرفت، درستی این ادعا اما هرگز ثابت نشد و بیشترین خساره به غیر نظامیان وارد شد. در تازه ترین آمار رسمی که از سوی امارت اسلامی همگانی شده، این حمله ها تنها در ولسوالی برمل پکتیکا در مجموع 12,955,500 افغانی خساره مالی به باشندگان این ولسوالی وارد کرده است. دا چې د کیمیز موجودی په دا کې یو داس رشته چې دا غدای یا کیم دي کنينه خراب شوی دي دا غوان د کلی ولا خلطای په ثبوت باندې رسیدلی چار چې په ثبوت ورسوي دا په ثبوت رسیدلی د کلی خلطای زرو شانما د مرغه اوسیدونکای پکتیکا ولایت برمل ولسوالی نندلا دیکان دورا کړله دا دیکانینه شپه په 12 بجې خو پښو دا ویژنا پاکستان درون الوتکه وویشتل خپل کاروبار او خپل غاو کړه نیمه ویشتل دي چې کاروبار مخاسي نورانه ویني بیا جوړ کی.
ادعای پاکستان مبنی بر هدف قرار دادن TTP ثابت نشد، ولی زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان این مورد را رد کرد. اما چرا پیوسته غیر نظامیان افغان قربانی حمله های ارتش پاکستان هستند و تاوان این خساره ها را کی باید پس بدهد؟ در مجموع مطابق موازین بین‌المللی و سرحدی بین کشورها است عدم مداخله و احترام به تعاملات ارضی و حسن همجواری و احترام متقابل ای در نظر گرفته میشن و اگر یک کشور بخواه که با کشور دیگه به خاطر دشمنای خود یا ای که تهدید برش می باشه حمله صورت بگیره، تفاهم صورت میگیره، مطابق حقوق بندوال خصوصی بین دو کشور همکاری و یا جلب میشن. پاکستان بارها به افغانستان حمله کرده، اما حمله های پسین نخستین حمله آن کشور در طول تاریخ به کابل و سومین حمله به پکتیکا بوده است. هرچند حمله های اخیر تلفات جانی در پی نداشته، ولی حمله های پیشتر جان شمار زیادی از غیر نظامیان را گرفتند. امارت اسلامی این بار نیز گفته که حمله های پاکستان بی پاسخ نخواهند ماند. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموع خبرهای ساعت 10 شب از تلویزیون جهانی 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر و خدا نگهدار.